الهی به امید تو. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان همراه همیشگی شبکه 3 سیما برنامه فوتبال برتر. میریم به شهر دوشنبه تا تقابل تیم‌های ملی ایران و هند از مسابقات کافا رو. حسین زاده هر طور هست خودش رو به توپ رسون. امید نورافکن ضربه از امید نورافکن، عبور خطرناک توپ از کنار دروازه هند. اینقدر عقب وایساده خط دفاعی هند و متراکم هستن خطوط مختلف این تیم ملی که چطور توپ از کنار دروازه گورپریت سینگ به بیرون میره. رامین رضاییان ارسال توپش به مقابل دروازه. یه لحظه اونجا کنانی زادگان صابون روی توپ اما کسی نبود. یه اشتباه و ضربه‌ای که مهدی هاشم نژاد میزنه و توپ اختلاف زیادی داشت با دروازه هندیا، پرید بالا ضربه سر رو بزنه. نادری ارسالش به دروازه محوطه جریمه هند. معترض اونجا مهدی هاشم نژاد. حالا بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد اونجا مقابل دروازه هند. محمد اویس در تعقیب مهدی هاشم نژاد بود. یه ارسال دیگه میبینیم، ارسال انجام میشه مقابل دروازه و ضربه مهران احمدی که به بیرون میره. یه توپ به جایی رفته بود که گل کردنش خیلی کار سختی بود و در نهایت دوباره کنانی زادگان به توپ برسه، نگاه میکنه محوطه رو، ارسالش رو هم انجام میده. فرصت است برای بچهای ما مقابل دروازه هند و این اولین گل مسابقه است که به ثمر میرسه و امیرحسین حسین زاده موفق میشه. مرور میکنیم چیزی که اتفاق افتاد. ارسال خیلی خوب از کنانی زادگان، لحظه‌ای که در دفع توپ اشتباه کرد راهول بیکه مأمور مستقیم مهار امیرحسین حسین زاده بدشانس بود، توپ بهش برخورد کرد و در لحظه‌ای که باید کارو تمام میکنه حسین زاده. ارسال پاسای بلند پشت مدافعین و حرکت‌های سریع در خط دفاعی، مثل همچین صحنه‌ای که داره پرتداد از سوی بازیکن‌های ما پیگیری میشه. طارمی و زودتر پاسش رو بده، توپ رسیده به جهانبخش، یه دفعه ناقص و توپی که به تیرک خورد و حالا گل میشه. تا سه نشد این توپ گل نشد. جهانبخش زد، طارمی زد و در نهایت کاری که با ضربه سوم به سر انجام رسید. گورپریت سینگ اینجا واکنش نشون داد. خوش شانس بود که تیرک فرصت دوباره به هندی ها داد، اما ضربه آخر علی پور پایانی بود برای خیال بافی هندی ها که بخوان با حداقل گل، یعنی فقط 1-0 زمین مسابقه رو ترک بکنن. هرچند برای ما 2-0 هم پیروزی شیرین شاید به حساب نیاد، اما عملکرد قابل تحسین بازیکن‌های هند در ساختار دفاعی و کم خطا بودنشون در خط دفاعی باعث شد که همین برد 2 گل هم. ضربه از راه دور خطرناک سمت چپ، جایی که کنترل میکنه توپ رو آریا یوسفی. جلالی رو دستش نزدیک میشه، آریا یوسفی نشون میده برای شوت زدن، بازم تو به تیر دروازه هند برخورد میکنه. آخرین بازی ما مقابل ترکمنستان خواهد بود. جهانبخش چقدر پاسش خوبه برای طارمی و این هم گل سوم. گل سوم برای ملی پوشان فوتبال کشورمون و همکاری 2 بازیکن تعویضی ما، 2 بازیکن با تجربه ما، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی، باعث میشه تا بعد از موفق شده بود دروازه هند رو باز بکنه. اینجا به خوبی دید مهدی طارمی رو پاس داد و دیگه کمتر کسی از مهاجم گلزن این روزهای تیم ملی فوتبال کشورمون مهدی طارمی انتظار داره که کار به جریان افتاده. 9مین دقیقه وقت اضافه است و این هم سوت پایان این مسابقه.